به کارگیری کودکان از سوی هراس افغانان برای انجام حملات انتحاری انتقاد سخت کمیسیون مستقل حقوق بشر را به همراه شده است. تصاویر تازه‌ای که در اختیار تلویزیون یک قرار گرفته نشان می‌دهد ده‌ها کودک از سوی مخالفان مسلح دولت در مکان‌های نامعلوم آموزش‌های هراس افغانی را فرا می‌گیرند و مجبور می‌شوند تا حملات انتحاری را در افغانستان انجام دهند. مجاهد اندرابی در این باره گزارش تهیه کرده است. یکی از مکان‌های آموزشی مخالفان مسلح دولت. سر ما قبول کرد که باید شما انتحاری کنیم. ما گفتیم ما نمیکنیم. سر ما تفنگچه کشید، گفته که اگر شما نکنین ما شما را میکشیم. بعد از ما قبول کردیم. ده‌ها کودک بیگناه و بیخبر از زندگی در اینجا آورده شده و برای قتل همنوانشان آموزش داده می شوند. وادی‌های وحشت زده با آدم‌های بی‌رحم. این ترانه هم آنها را به خودکشی تشویق می کند. بسیاری این کودکان مانند این کودک توان حمل جنگ افزاری به این بزرگی را ندارد، اما او مجبور است تا شلیک این جنگ افزار را بیاموزد. اینجا هم ورزش های بدنی. این کودکان باید این رقابت را نیز تماشا کنند، اما تنها به مقصد انجام اعمال تخریبکارانه. ما ته ویل د جمعې په شپه باندې به تا باندې صدري اغونځو د جمعې په ورځ ښه ثواب هم لري والا به ته ولاړ سې خارجیان ته چې ته ور ورسېږې او دا لینونه چې تا سره وجنګې ستاسو به دا فرضیه ولاړ سي او په خارجیان کې به وموښلې ته به بیرته را روان سې. حالا آمادگی برای انجام یک حمله انتحاری. این کودک باید برای انجام این حمله همه این جنگ افزار و تجهیزات را با خود داشته باشد. او مواد همراه خود را در اینجا منفجر می کند، اما هدف همچنان روشن نیست. این تصویر پیش از این در صفحات اجتماعی نیز به نشر رسیده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که همکنون 30,000 مدرسه دینی در پاکستان وجود دارند که از این میان تنها در 5,000 این مدرسه‌ها برای کودکان آموزش‌های هراس افغانی داده می‌شوند. کمیسیون حقوق بشر این عمل مخالفان مسلح دولت را به شدیدترین واژه‌ها نکوهش می‌کند و واداشتن کودکان به اعمال هراس افغانی را کار انسان‌های بی‌رحم می‌داند. با کارگیری اطفال برای انجام حملات انتحاری، برای عملیات‌های نظامی و یا به هر گونه فعالیت‌هایی که مخالف ارزش‌های حقوق بشری و رشد، محافظت و مسئولیت کودک‌ها باشه را شدیداً محکوم می‌کنه. قابل تقبیح است و گروه‌ها و افرادی که در این زمینه فعالیت دارن، برنامه دارن و یا هم استفاده میکنن از اطفال در زمینه‌ای که بیشتر گفتم، اینا مرتکب جرم میشن و باید مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته مجازات شود. این همه در حالی است که با وجود محکومیت گسترده به کارگیری کودکان در حملات هراس افغانی، اما هنوز هم این روند از سوی مخالفان مسلح دولت ادامه دارد.